در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان شبکه نوی تلویزیونی موسیقی به فعالیت پرداخت که برنامه‌های ویژه موسیقی و هنرنمایی آوازخوان‌های تاجیک را به نمایش می‌گذارد. تلویزیون نوروزی 16 نوامبر معرفی شد و در همین روز رسما به کار پرداخت. این تلویزیون 24 ساعت برنامه‌های موسیقی تهیه و تقدیم خواهد کرد. تلویزیون شهنواز شبکه هفتم تلویزیونی میباشد که در سالهای اخیر تأسیس شده است. تلویزیون‌های تاجیکستان، سفینه، جهان نما بهارستان، تلویزیون ورزش، سینما، دوشنبه همه تلویزیون‌های دولتی میباشند. تنها تلویزیونی که مقام مستقل را دارد سیمای مستقل تاجیکستان است که همه روزه برنامه‌های تفریحی و فرهنگی تهیه می‌کند. برخی کارشناسان میگویند در بازار داخلی تاجیکستان تلویزیون شهنواز همکنون با تلویزیون‌های معروف فارسی زبان مثل PMS و جیم موزیک وارد رقابت می شود و احتمالاً تماشابینان اصلی تلویزیون‌های خبری و اطلاعات دیگری فعال در تاجیکستان را از آن خود خواهد کرد. خوجا نظر امینیان، یک مسئول شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان، ضمن تصدیق این خبر بر رادیوی آزادی گفت مراسم تأسیس شبکه موسیقی شهنواز در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان با حضور عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان، در امور رابطه با جامعه و اهل فرهنگ و هنر کشور صورت گرفت. با گفته جناب امینیان، این شبکه در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان اما در کانال علاهیده مدت 24 ساعت برنامه پخش خواهد کرد که غالبا از کنسرت و برنامه‌های موسیقی عبارت می شود. اومد صنعت موسیقی را بلند برداشتن به مردم اجازه معنوی بخشیدن. تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز و علاقه پخش دست و علاقه اخبار به دنیا گسترده شده. امکان دارد که منبری وسیع برای صنعتکاران. در همین حال منوچهر علیزاده که حالا سرمحرر برنامه‌های صبح تلویزیون تاجیکستان است، رهبری این شبکه را برداشت دارد. دولتمند خال، هنرمند سرشناس تاجیک، تأسیس شبکه موسیقی شهنواز را اقدام بی‌سابقه در حیات هنری و فرهنگی مردم تاجیک ارزیابی کرد. در حقیقت سالیان دراز مردم اهل هنر انتظار تأسیس یابی همین شبکه بودند و خود مردم هم تماشابینان و شنوندگان نیست. چون که مثلا یک کس بعد از کار مانده می شود، می رود خانه پیش اهل بیتش می نشیند، می خواهد که یک موسیقی تماشا کند، گوش کند، یک هنرمند تماشا کند، به واسطه گوشک تلویزیون یا که تگمه های تلویزیون رو پخش می کند به شبکه موسیقی. و روز 16 نوامبر در واکنش به تأسیس این شبکه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دولتمند خال اظهار امیدواری کرد که شبکه نوی شهنواز منبر آزادی برای اهل هنر آوازخوانان خواهد شد تا توانند در برابر معرفی هنر و استعداد خود مشکلات و مسائل کسبی خود را مطرح کنند.